من الآن إلى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. موضوع صحبت من یه جمله است: دو میزبانی از سوی خدا و یک میزبانی از سوی بنده خدا. این سخن یک مرجع حکیم والا مقام است که میخوام امروز عرض بکنم، از من نیست. خدای متعال دو جا ما را به مهمانی دعوت کرد و خودش را به عنوان میزبان معرفی کرد. خوش به حال اون کسی که میزبانش خدا باشد و او مهمان خدا باشد. یک مهمانی خدا، مهمان در یک ظرف زمان خاصه که خدا میگه من میزبان شما هستم. یک جا هم مکان خاص است که خدای متعال میگه من اونجا میزبان شما هستم. یک زمان خاص و یک خاص که خدا میگه من میزبان و شما. اما این بزرگ یک برداشت قشنگی کرد. این تفاوت بر این مسئله است که در مهمانی اول میزبان، مهمان میگوید چی از من بخواد؟ بله، مقام خواستنه. میگه تو این مهمانی از من میزبان چی بخواد؟ اما در مهمانی دوم دیگه نمیگه چه بخواد، مقام اعطاست. یعنی هر چی بخوایی من بهت میدم. درست شد؟ پس در مهمانی اول درخواست دیگه از من میزبان این مرو بخواه. اما در مهمانی دوم خدا نمیگه از من چی بخواه، میگه هر چی بخوای بهت میدم. اما مهمانی اول ماه مبارک رمضان. درست شد؟ چطور؟ در این مهمانی رسول خدا فرمود شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. دعیتم مخاطبش کیه؟ همین شما بنده ها. درست شد؟ در این مهمانی خدا تبعیض قائل نیست. شهری باشه، روستایی تو این مهمانی نباشه، باسواد باشه ولی بی سواد. جنسیت مطرح نیست، مردها باشن خانوما نباشن. ملیت هم مطرح نیست. شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. یعنی همه شما بندگان خدا دعوت شدید به مهمانی. میزبان کیه؟ خداست. فیه الی ضیافت الله، مهمانی خدا. خب تو این مهمانی میزبان میگه این از من بخواد. انشاءالله از روز اول ماه رمضان دیگه مستحب بعد از هر نماز واجب این دعا: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. درست شد؟ پس تو این مهمانی میگه اینا رو بخواد از من. چون بعضی مواقع مهمان بلد نیست از میزبان چی بخواد.
میزبان اونقدر کریم میگه درشتان از من بخواه. تو شد اللهم ارزقنی حج بیتک. واسه یه چند بار از من زیارت خانه من رو بخواه. پشت سر چی میگه؟ اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی خدایا همین انسان زیارت خانه خودت رو رزق من کن، نه انسان و فی کل. بعد چی؟ و زیارت قبر نبی. بعد از این که زیارت خانه خودت رو روزی من کردی، زیارت قبر پیغمبرت هم روزیه. بعد چی؟ و المشاهد الشریفه. بله، زیارت قبر فرزندان پیغمبرت و اهل بیت پیغمبرت هم روزی من بفرد. پس خدا اینجا به ما یاد میده تو این میزبانی تو ماه رمضان اینها رو از من بخواه. درست شد؟ پس اولین جایی که خدا میزبان است و ما مهمان یه زمان خاصه که یه ماه مبارک رمضان. 11 ماه دیگر هم ماه خداست، اما ماه رمضان رو گفتن شهر الله. قد اقبلت الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفرة. تو شد که بزرگان اساتید مثل قشنگی زده، گفت توی خونه تمام خونه و اسباب و اساسی خونه مال کیه؟ مال پدر نیست، اما دیگر این عبا مال باباست. ولی این عصا مال باباست. مگه همه خونه مال بابا نیست؟ میگه بله، اونا ملک عمومیشه، اما بعضی از وسایل چیه؟ خصوصیه. هر سالی چند تا ماه داره؟ 12. همه 12 ماه ها مال خداست، مال خداست. اما ماه رمضان یه ویژگی که داره، خاص داره. الان تو صلوات شعبانیه ماه شعبان رو میگیم شهر نبی، یک ماه پیغمبر، اما ماه رمضان رو میگیم شهر الله. درست شد؟ پس این یک مهمانی. اما مهمانی دوم کجاست؟ مکانه. این رو بذار حدیث از پیغمبر براتون بخونم. پیغمبر میفرماد خدا توفیق بده انشاءالله لباس احرام رو پوشیدی، لباس دنیایی رو در آوردی، لباس سفید احرام رو پوشیدی. پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الحجاج والعمار، کسی که محرم میشه به نیت عمره تمتع حج. عمار یعنی عمره گذار. الحجاج والعمار وفد الله. سید وفد الله یعنی چی؟ مهمان خداست. و زوار زائر خداست. دو شد. پس دومین جایی که خدا میزبان است و ما مهمان کجاست؟ زمانی که انشاءالله بریم کنار خانه خدا. من نمیگم پیامبر فرمود الحجاج وفد الله. وفد وفود یعنی مهمان. رد کردید؟ اونجا دیگه خدا نمیگه کی از من بخواد، اونجا دیگه مقام اعطاست. دیگه تو ماه رمضان به ما گفت اینا رو بخواد، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. اینا داره به ما حالا من از من خانه خدا رو خواستی، من بهت دادم، الان اومدی مکه، دیگه بهت نمیگم کی بخواد بهت بدم. اونجا چی میگه؟ میگه هر چی میخوای بخوای بهت. هزار داریم کسی که واقعا به درستی حج به جا بیاره، مثل که تازه از مادر متولد شده.
اولین اعطای خدا پاک کردن انسان از همه چیز گناه. مثل تازه از مادر متولد. دیگه چی بخوای؟ دیگه بابا اینجا دیگه نگو چی بخوای. خیر دنیا و آخرت رو از من خدا بخوام، من بهت میدم. درست شد؟ پس دو تا خدا. حالا میشه ما از خدا یه سوالی بکنیم. خدایا میشه یه جایی ما میزبان بشیم، تو مهمان؟ عجب میگه بنده یا ما بشیم میزبان، خدا بشه مهمان. بله، خدا فرمود یک جا تو مهمانی، من نه، تو میزبانی من. اما خدا هر میزبانی رو به عنوان میزبان قبول. این خودش وقتی میزبان میشه، بیا گناهکار و غیر گناهکار بیا. اما خدا میگه من هر مهمانی رو قبول نمی کنم، میزبان من ویژه هست. بگم برای شما یه صلوات بفرستیم. خدایا شما مهمان چه کسی میشی؟ میزبان تو چه خصوصیت داره؟ خدای متعال میگه انا عند المنکسرت قلوبهم لاجلی، انا عند المنکسرت قلوبهم لاجل. فرمود هر قلبی که به خاطر خوف من خدا شکسته بشه، بله، من اونجا حضور دارم. فرمود منو تو آسمان و زمین جستجو نکن. من خدا کجا هستم؟ عند المنکسرت قلوبهم، نزد اون بنده ای که قلبش، اما نه از ترس این اون، نه اجلی، برای خاطر من خدا دلش شکسته بشه. که دل آدم شکسته بشه؟ اون کسی که به خوف خدا دقت کنه. دقت کنید، ترس است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. دقت فرمودید؟ پس کی خدا مهمان ماست؟ هر وقت یه جا خلوت کردی، سر به سجده گذاشتی، یا رب گفتی، دلت شکست، اشکت جاری شد، خدا میگه من اینجا هستم. لذا فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش واقعی خدا قلب. این یک دعایی از پیغمبر هست خیلی زیباست عزیزان. میگه اینجور از خدا بخواهید تا قلب شکسته بشه. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا. خدایا حق را که اونگونه هست به من نشون بده. ارنا الحق حقا، بعد گفتم که ورزقنا اتباع. وقتی نشونم دادی توفیق تبعیت و عمل از حق رو هم به من بده. خیلی ها مدعی حقن ولی عمل به حق نمی کنن. ربنا ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. خدایا باطل را هم اون گونه که باطل است به من نشان بده، بعد توفیق بده که ازش فاصله بگیرن. پس مهمترین چیز همین مطلبه. جناب شمستری یه بیت شعر قشنگی داره: دل آینه جمال شاهنشاهی،
دل آینه جمال شاهنشاه. اینجا مراد خدای تبارک و تعالی، ملک دیگه، خدا ملکه. دل آینه جمال شاهنشاهی، این هر دو جمال، این هر دو جمال، هر دو جمال یعنی دنیا و آخرت، این هر دو مثلا این هر دو جهان غلام اون آینه هست. بله، وقتی دلت بشه جای خدا، هم دنیا رو داری هم آخرت رو. اما وقتی این دل خدا نباشه میشی خسر دنیا و آخرت. خب آخرین نکته، کی این دل شکسته میشه؟ به ما میشه میزبان، خدا میشود مهمان. این جمله بزرگه. دیگه این زمانی میسر میشود که نفس اماره به سبب ریاضت بشه نفس لوامه. گرفتی مطلب رو؟ انسان از نفس اماره بگذره برسه به نفس لوامه. نفس اماره بعد همش ما رو دعوت میکنه به گناه. نفس لوامه بیدار میکنه به ما، میگه اشتباه کردی جبران بکن. بله؟ بعد فرمود و از لفظ لوامه عبور بکنیم به نفس ملهمه برسیم. اینا مراتب نفسه. یه نفس ما بیشتر نداریم، جهات داخل داره. دیگه از نفس لوامه اگه گوش بدی به نفسی که میرسید ملهمه میرسید، یعنی همه شما رو فرمان میده به خوبی ها و نهی میکنه از بدی ها. اگر به این مرحله برسیم چی؟ اکتفا کنیم؟ خیر، از نفس ملهمه باید رد بشی به نفس مطمئنه برسید. درست شد؟ پس از نفس اماره گذر کن، به نفس چی برس؟ لوامه. از نفس لوامه عبور کن به نفس ملهمه برس، از او هم عبور کن به نفس. اونجا رسیدی دیگه خیالت را و اونجا دیگه میزبان صدا میزنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة فادخلی وادخلی جنت. و ماه رمضان همین فرصته که از نفس اماره بگذرید به نفس لوامه و انشاءالله در لیالی قدر برسیم به نفس ملهمه، به پایان عمر برسیم به نفس مطمئن. موقع دیگه خیال آدم را الهی رزن به قضا میشه. دو شد کی بمیرم؟ هر وقت بخواد، ما آماده هستم. یا ایتها النفس المطمئنه. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل. در راه خدا دو کعبه آمد، دو کعبه داره. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. یک کعبه خدا چیه؟ صورته، اما خانه خدا تو مکه. اما یک کعبه به خانه خدا کجاست؟ دل شماست. پس خدا چند تا خانه داره؟ دو تا خانه. یه خانه ظاهری داره، بیت الله الحرام. این شعر رو سید خوب گوش بده. کعبه یعنی بیت الله الحرام، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی. بله، یه سنگی گذاشتن، چهار گوشه داره، هر نقطه عالم هستی نماز میخواد بخونی به سمت او باشی. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. علاوه بر این احرام ظاهری باید یه احرام دیگر ببندی به یاد صاحب خانه باشی.
ببینی صاحب خانه کجاست. صاحب خانه کجاست؟ بله، قلب المؤمن عرش الرحمن. تو دلت یه احرام ببند، طواف بکن، ببین خدا حضور دارد یا حضور. اگر اطاعت خدا میکنیم بس معلوم خدا حضور داره. معصیت میکنیم نه، خدا حضور. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، تا بتوانی زیارت دلها کن. تفزون ز 1000 کعبه آمد یک دل. یعنی اگه یک دل داشته باشی که در خدا باشه، از 1000 کعبه ظاهری که ارزشش بیشتره. قلب المؤمن عرش، یا اون روایت دیگه شون القلب حرم الله، روایت پیغمبره، القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. تو این حرم خدا غیر خدا رو راه نده. ای یک دله 100 دل، دل یک دله کن. مهر دگران را ز دل خود گله کن. ای آدمی که یک دل داری، این 100 قسمت کردی. این مال زن، این مال بچه، این مال خونه، این مال ماشین، این مال مقام، هی اینا جا دادی. ای یک دله 100 دل، دل یک دله کن. مهر دگران را ز دل خود گله کن. غیر خدا رو بنداز بیرون، فقط خدا بیان. یک صبح ز اخلاص بیا در ده ما، گر کام تو بر نیامد وانگه گله کن. اگه غیر من رو بیرون کردی، یک صبح اومدی یک یا الله گفتی، من حاجتت رو برآورده نکنم، اون وقت از من خدا جا کن، گله کن. نه، از من خدا گله نکن. چرا؟ چون همه تو دلت هستن اما من نیستم. مقصر خودتی. خلاصه عرض ما، خدا 2 بار میزبان است و ما مهمان. یک، مهمانی خدا که ماه رمضان. 2، انشاءالله توفیق پیدا بکنیم بریم زیارت خانه خدا مکه. یه جا ما میزبانیم، خدا مهمان. که هر وقت دل ما از ترس خدا شکسته بشه، روایت هم داره اونجا دعا رد خود است. حتما دعا بکن، دعات مستجاب میشه. پیغمبرم فرمود نگران نباشید، ماه رمضان داره میاد و دعا و فیه مستجاب. دعای شما در ماه رمضان مستجابه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدقا نگه و السلام